رئیس جمهور این امیدوار نبودم، از حکومت این امیدوار نبودم، لیکن مع الاسف تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه ممکن نیست. ستر ممکن نیست. ستر ممکن نیست. توجیه‌کنه بنده خدمت انا ماش باید هاش باشه بکنم کی ماشی صاحب داره بیار مخان خواهی ندارم ماشی دارم دائما تاکید کردم پایتخت این سیمای ملت است. از ناحیه‌های گرد اطراف شهر دوشنبه به شهر بیشتر به کار می‌آیند، به تماشا سیر و گشت می‌آیند. مخصوصاً بانوان ما، زنان خواهران و دختران ما که از دیگر شهرها به دوشنبه می‌آیند، اقلاً مدنیت لباس پوشی خودشان را رعایت کنند. ملت تاجیک را بی آبرو نسازید. عبدالقادرزاده گفته است که در زمینه منع ریش در تاجیکستان هیچ قانون قبول نشده است. گمان این که پوشیدن لباس عربی نشانه اسلام است، پوشیدن لباس ایرانی نشانه اسلام است، یا ترکی یا نمیدانم افغانی. و من مثال زدم که اگر شما در اندونزیا یا که در عموما کشورهای آسیای شرقی همش و در کشورهای عربی مثل مصر اگر شما حضور پیدا بکنید، بین مسیحی و مسلمان از نظر لباس تفاوت دیدن نمیتوانید. معنایش این است که لباس دینی نبوده، لباس ملی آنهاست. خلق ما خودش خچا فریب کرده، استودنت میبره، مثلا کالج جدا میبره که تو سرور دولت بیاین بینن чекай как будто все у них хорошо, но все это не так. Вақти ки сарвар давлат мебина вай албатта фикр мекуна ки ҳама нағз буда, халқ худаш хича фиреб мекуна. иҷа کدام روز در تلویزیون پریر بود، پیش پریر بود، شورای عالی رو تماشا کردم، خیلی غمگین شدم. من از رئیس جمهور این امیدوار نبودم. فهمونین اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. اسلامی در چیزی هست ما برای خودمون میگیریم. خزم برای اونایی که مثال سطر میکنیم، هر آدمی ایمانش ایدین خودشه، ایدیل خودشه. برای زنای حاضران برای ما خیلی میگن ما همین قدر خیلی پیشنهاد کردیم بگیریم، گفتن نتونستیم گرفته. خیلی حیا اومد در دلمون که چه خیلی قسال بستیم خواندیم بدونیم دین اسلام با ایسرمون گرفته پرتیم. سطر به خاطر خودم انتخاب کردم، برای آخرتم آباد چیدن، برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقطع بچه‌شون بعد نگاه هم نمیکنه، سلامش پر علیک میگیرن. بعد که وقتی که اگر مقصد حوض قانون برای که سطر واقعا من میکنیم در این کار به حد من غمگین میشم، زیق میشم. با خاطر که ای کودکی اختیار دهیم بده که من باید سطر کنم برای مقصد آباد کردن هم این دنیا و هم آخرتم. در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره. وقتی که مقصد یک لوچ میگرده در او مقصد کاردار نمیشون و یک از محکمه در او کاردار میشن. ایش هم آری آداب نیست. التماس حقوق ما را باید پایمال نکنه. ما همچون در هم پیش خداوند، در پیش همین بنده ها، در پیش همین کلان شونده ها التماس میکنم تو اگر در کار شود نماز میخوام، دعا را میکنم که میگم بهترین چیز در دنیا یا دعا کردن، دعا میکنم که همین سطر من نکنم. من با اختیار خودم پوشیدم، مرا هیچ کس مجبور کردگی نه. من که پوشیدم برای من هیچ کس کاردار نشم، من هم با هیچ کس کاردار نمیشم که وای پوشیدگی یا اینکه نپوشیدگی. من کنم بو یگو خیلی دیگه یک رومال کلان میبندم، لیکن من نمیکنم. این میمونه تا آخر، برای که این از اول از قدیم الایام در قرآن اومدگی. дар Тоҷикистон фонди пешвои миллат таъсис ёфт ки баъд аз қудрат рафтани президенти Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият оғоз мекунад ва аз ҷумла аз ҳисоби буҷети давлат сармоягузорӣ мешавад. ин таҳрро парлумон рӯзи 19 апрел тасвиб кард. вакилони маҷлиси намояндагон гуфтанд ки бар асоси ислоҳи қонуни молия баъди аз мақомаш рафтани раиси ҷумҳур ҳамасола ба фонди пешвои миллат 0.2% пули буҷет равона хоҳад шуд. барои намуна имсол буҷети Тоҷикистон тақрибан $2.5 миллиард таъин шудааст, пас бояд солона ба фонди пешвои миллат беш аз $4 миллион интиқол ёбад.
کدام روز در تلویزیون پریر بود، پیش پریر بود، شورای عالی رو تماشا کردم، خیلی غمگین شدم. من از رئیس جمهور این امیدوار نبودم، از حکومت این امیدوار نبودم، لیکن معلصف گمان من خطا برآمد. قرار قبول کردن که در این قرار دیگر در جایهای کاری نماز خواندن ممنوع است. کارگر نمیتواند در جای کارش نماز خواند. امر معروف و دعوت به سوی خدا غیر از مسجد دیگر در همه جا ممنوع است، نه در توی و نه در جنازه. خیلی غمگین شدم. او گمانی نیکی که من به این حکومت رهبراش داشتم از بین رفت. یا الله، نمیدونم این دپوتات ها فردا در پیشگاه خدا چی جواب میداده باشه. اونانی که دست برداشتن این قرار گذشت چی میگفته باشن؟ شاید نویسنده این قرار، شاید تهیه کننده این لایحه یگان یهودی بود، اما مع الاسف این دپوتات هایی که ما به اونها آواز دادیم، خدایا من از این آوازی دادگیم استغفار میکنم تا قیامت زنده هستم، دیگر در یگان انتخابات اشتراک نمیکنم، زیرا در گناه او دپوتاتی که من انتخاب کردم من هم شریک هستم، زیرا من او را امضا کرده بودم انتخاب شود. گفته اونا چی جواب میداده باشن؟ باز من خود متسلی میتیم، باز من بگویم که من از این شکسته نمیشوم. اسلام از روزی که محمد شعار لا اله الا الله را برداشت دشمن داشت. مشرکای مکه دشمنش بود، در مدینه یهودی ها دشمن بودند، صلیبی ها دشمن بودند، چینگیز ها دشمن بودند، کامونیست ها دشمنش بودند، امروز دموکرات ها هم دشمن. اسلام با همین ها مقابلت نشان داده، با سری بلند آمد، از اینها هم میگذرد، زیرا وارث این دین، صاحب این دین خدا هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین كله ولو کره الکافرون. پیغمبر بزرگوار فرمودند و جعلت الارض لی مسجدا، زمین خدا برای من در کجا که باشه مسجد قرار داده است. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. اما دپوتاتای محترم ما برای مسلمان نمازگزار جای نماز محدود کردن، فقط مسجد. حق نداری در عرفات نماز خوانی، حق نداری در جای کار نماز خوانی. اما میشنوم در دولتایی که مسیحی در همه جا جای نماز هست برای نماز خواندن، چی در فرودگاه، چی در وکزال، چی در بیمارخانه ها، حتی در خطای که دولتی بودیستی است، بیمارایی که رفته با میگن در بیمارخانهاش مسجد دارد. جامعه که 99 فائزش با شاهدی رئیس جمهور ما مسلمان است، امروز حق نداره در کارخانهش نماز خواند، حق نداره در دکانش نماز خواند. این چی است؟ این جنگی به مقابل خدا میگویند، این جنگی به مقابل قانون خدا میگویند. خدا میگه و اقیموا الصلاة، اینا میگن نه مسجد رو خوان.